من بلد نیستم. تو بلدی؟ منم نمیدونم. همه تا الان دو تایی شده رو گفتن، هیچ کس سه تایی شده رو نگفته. تو میدونی؟ آره من بلدم. بریم واسه اولین بار درستش کنیم. 4 تا فیلم بعد بگیریم. گوشیتو بذار روی یک سپایه، از محیط خالی فیلم بگیر. فیلم اول سمت راست وایسا، دوم وسط، سومی هم سمت چپ. اون فیلمه که از محیط خالی گرفتی رو بکن داخل این شات. روی پیپ بزن، دونه بدون فیلماتو واردش کن و سایز تصویر کن. روی فیلمه که وسط نشستی بزن، برو توی ماسک و این گزینه دومو انتخاب کن. با انگشتت بچرخونش و تنظیمش کن که تو وسط بمونی. فیلم بعدی رو انتخاب کن، روی ماسک بزن، گزینه اول انتخاب کن. ماسک رو با دو انگشت بچرخون سمت سوژه، تایید کن. فیلم آخر هم انتخاب میکنیم، روی ماسک میزنیم، گزینه اول انتخاب میکنیم و باز با دو تا انگشت ماسک رو میچرخونیم سمت سوژه‌مون. توی هر ماسکی که احساس کردی تصویرت نرم نیست، روش بزن این بیل بیلک سفیده رو بکش سمت چپ.